اگه تو هم از پینگ پایین و ریجستر ضعیف خسته شدی و میخوای گوشو بزنی بشکنی و حالت از زندگی به هم خورده و یه گیمری، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام عشقای من، حالتون چطوره بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. بچه‌ها دمتون گرم از اینکه سابسکرایب کردین. یه نمونه سابسکرایب بالا رفته، دمتون گرم. با من راستش من خودم تا چند وقت پیش نتم خراب بود و همیشه چون نه که خونمون بد جاییه، 4 طبقه رومونه، انگار 4 طبقه اون بره 4 طبقه این بره، یه 3 طبقه هم پشتمونه، جلومون ساختمونای زیادیه، وسط مسکن. و کلا حالم خیلی خراب بود. هر کاری کردم، مثلا من رفتم سر کار که انگار مثلا گوشی بخرم و مثلا انگار یکم بازیمو بهتر کنم و قبلا مثلا با یه ردمی 9 پلی میدادم و خب حالم خیلی خراب میشد دیگه. هم لگ داشتم، هم حالا اون موقع پینگم بهتر چون مثلا خونمون یه جای دیگه بود و خدای کلافه شده بودم. تو گیم پلی هم میدیدین دیگه، خیلی حالم خراب بود، همش گوشیو میزدم زمین، اعصابم خورد میشد، پشت میدادم و کلا گفتم که باید یه راهی باشه، مثلا نمیشه یه راه نباشه. و خب بعد کلی فکر کردن و مثلا مشورت کردن از این و اون، گفتم چیکار کنم. گفتم برم این سیم کارت که من دارم باش گیم پلی میدم تا الان ایرانسل بود و گفتم خب حتما شاید از مشکل از ایرانسله، چون اونجا هم زده بود ایرانسل خیلی ضعیف. گفتم چیکار کنم چیکار نکنم. گفتم برم نت همراه اول مثلا تست کنم چه جوریه. و وقتی نت همراه اول رو مثلا چیز کردم، همون مچ اول باورتون نشه من گیم پلی نگرفتم، اونو 23 تا کیل گرفتم. بس که باحال شده بود، بس که پینگم باحال شده بود. یعنی اصلا دیگه اصلا چون حالا من این گوشی‌های لعنتی چیزی هن که اگه ریکورد کنیش از خود صفحه ریکورد کنی لگ میاد، ولی اگه بدون ریکورد بره خیلی هم قشنگ و خیلی عالی جواب میده. و من اون ویدیو رو ریکورد نکردم و مثلا اونو نگرفتم و یعنی خیلی پینگ و ریجستر خیلی گادی داشت و حالم واقعا بهتر شده، اصلا خونم عروسی شده و واقعا نت همراه اول حالا برا من که خوب بود، حالا شما رو نمیدونم، ولی خب برا من که جواب بود. حالا گفتم شما اگه مثلا دوست داشتین، حالا خرج اونقدر نداره، مثلا شاید 30 تومن بریم بدین براتون در میارم. رفتم مغازه، گفتم سلام داداش، نت سیم کارت همراه اولم در میاری؟ گفت چی؟ میدین سیم کارت همراه اول میدین؟ گفت آره. بعد رفیقام داشتم میخنده نداره بس کلانی. آره دیگه، گفتم شاید واسه شما هم یه چیز داشته، شما هم رفقای من، عشقای من، چون اگه دوست داری داشت رو خوشحال کنی همین ویدیو رو لایک کن، سابسکرایب کن، دمت هم گرمه، واقعا عشقی. چند نفرم تو کامنت ها گفتن که مایل هستن مثلا چالش بدین. خب رفقا، تو اونو می نویسی آیدیت هم بنویس که من برم درخواست بدم که باز اوکی بشیم با هم دیگه. میگن از چیزای کوچیک خوشحال شد. 3 تا سابسکرایب هم شد 8. واقعا خوشحال شد. گفتم دمشون گرم، واقعا همون 5 نفر عشقن، همون 5 نفری که دیدن الان کانال من نزدیک 13000 تا بازدید خورده. از 13000 تا بازدید 5 نفر سابسکرایب کرد. واقعا خاطر همون 5 نفر من ادامه میدم، عشقم، واقعا دمشون گرم. همون 5 نفر با معرفتن، دمشون گرم، تا دمشون گرم. خلاصه بچه این بود از این ویدیو. اگه دوست داشتین برین سیم کارت همراه اول بگیرین، 30 تومن هزینه میکنیم، میبینین یهو ریجستر و پینگتون خیلی خوب شد. حتی از مودم هم بهتره. من چون رفتم پرسیدم مودم بخرم خوب میشه، گفت نه، بستگی بازم داره به اون جایی که میشینی، مثلا آنتن دهی اونجا. و گفتم خب هم ولش کنم، اون سیم کارت همراه اول بگیرم شاید بهتر بشه و خدایی خیلی بهتر. لایک ویدیو، سابسکرایب، اون زنگوله بغلم روشن کن که ویدیویی که میذارم تو چنل بیاد نوتیفیکیشنش برات که بیای ببینیش. خلاصه حرف زیاد نمیزنم، گفتم کارهایی که باید بکنی رو تا ویدیو بعدی.
هر چقدر